کشته شدند. روز گذشته آمریکا با قدرت تمام نشون داد که حکومت سوریه مسئول این حملات بوده. تلویزیون نشون داد و ما مدرک داریم که حکومت اسد خودشو آماده کرد برای این حمله و حمله کرد به نقاط بسیار پرجمعیت دمشق و حتی اذعان کرد که چنین حمله‌ای صورت گرفت و این صحه گذاشت بر آنچه که دنیا میتونست به خوبی ببینه. بیمارستان هایی که زمینهاش قربانیان همینجوری ریخته بودن، کشته هایی که زجر میکشیدن، بیش از 1000 نفر به قتل رسیدن. صدها نفر از اینها کودک بودند، دختران جوان و پسران جوانی که توسط دولت خودشون توسط سلاح شیمیایی کشته شدند. این حمله بود به کرامت انسان، یک خطر بزرگی به منافع ملی ما هم وارد کرد. قاعده من استفاده از سلاح‌های شیمیایی در جهان را به تمسخر گرفت. متحدان و دوستان ما از جمله اسرائیل، اردن و ترکیه رو مورد خطر قرار داد. این میتونه باعث استفاده بیشتر از سلاح‌های شیمیایی بشه یا دادن سلاح‌های شیمیایی به گروه‌های تروریستی که بعداً با اونها به مردم لطمه بزنن. دنیایی که این همه خطر داره، این خطر رو باید باش مقابله کرد. بعد از بررسی و مطالعه زیاد من به این نتیجه رسیدم که آمریکا باید اقدام نظامی علیه اهداف حکومت سوریه انجام بده. این اقدامی نیست که بخواد انتها نداشته باشه. ما نیروی زمینی نخواهیم فرستاد، بلکه اقدام ما هدفش این هستش که در مدتش و شدت و عدتش محدودیت وجود داشته باشه. اما ما میخوایم حکومت اسد پاسخگو باشه به خاطر استفاده از سلاح شیمیایی و دیگه این سلاح رو استفاده نکنه و اون قابلیت تکرار این کار هم دیگه نداشته باشه. نیروهای مسلح ما آماده هستند در منطقه. رئیس ستاد مشترک به من گفت ما آماده هستیم هر وقت که اراده بکنیم ضربه بزنیم. رئیس ستاد مشترک به من گفت که قابلیت ما برای حمله به سوریه تابع زمان خاصی نیست. میتونه فردا باشه، میتونه هفته دیگه یا یه ماه دیگه. من آماده هستم که فرمان حمله رو صادر کنم. اما به عنوان فرمانده کل قوا من تصمیمی گرفتم که متقاعد شدم بر اساس منافع ملی ما هست. فراموش نکنیم من رئیس جمهور کشوری هستم با قدیمی ترین قانون اساسی دنیا. من معتقد هستم قدرت ما فقط ناشی از نیروهای مسلح ما نیست، بلکه ناشی از نمونه دولتی در دنیا است که توسط مردم و برای مردم ایجاد شده. برای همین یه تصمیم دوم گرفتم. من یه تصمیم دیگه گرفتم. من از نمایندگان ملت آمریکا در کنگره مجوز حمله رو خواهم گرفت. این تصمیم دوم منه. در چند روز گذشته ما از نمایندگان کنگره شنیدیم که میخوان صداشون شنیده بشه. من موافق هستم با این. این صبح من با رهبران کنگره صحبت کردم و اونها گفتن که به محض اینکه کنگره دوباره تشکیل جلسه بده راجع به این مسئله صحبت خواهم کرد. در روزهای آینده ما آماده هستیم، دولت من آماده است به هر نماینده کنگره که لازم باشه مدارک لازم رو بده و توضیح بده که چرا اقدام نظامی علیه سوریه مهم هست برای امنیت ملی آمریکا. همه ما باید در این رابطه پاسخگو باشیم و این فقط با رأی کنگره ممکن هست. من مطمئن هستم که دولت ما به نتایجی که رسیده بدون نتیجه‌گیری‌های سازمان ملل، نتیجه‌گیری‌های دورا هستش، متقاعد شدم که ما میتونیم بدون شورای امنیت که الان دچار فلجی شده داریم اقدام درست انجام میدیم. خیلیا به من گفتن که این تصمیمتون نبر به کنگره آمریکا. نگاه کنید ببینید در بریتانیا چه اتفاقی افتاد، در کشور متحد ما که نتونستن رأی اعتماد کنگره رو برای اقدام نظامی جلب بکنن. با اینکه من میدونم قدرت این رو دارم که این اقدام نظامی رو انجام بدم بدون مجوز کنگره، اما میدونم که کشور ما قوی‌تر خواهد بود اگر ما این راه رو بریم. کار ما مؤثرتر خواهد بود اگه مجوز کنگره رو بگیریم. ما باید این بحث رو داشته باشیم. مسئله خیلی بزرگتر از اونه که بخوایم به صورت عادی باش برخورد بکنیم. امروز تمام 4 رهبر اصلی کنگره موافقت کردن که کار درست این کار هست. هیچ کشوری با تصمیم بزرگی استفاده از قدرت نظامی مواجه نیست. من احترام میذارم به همه اونهایی که ما میگن محتاط باشیم، چرا که ما الان از
جنگی داریم سر برمیاریم که من انتخاب شدم برای پایان دادنش. اما اگه ما اقدام نظامی لازم رو در مقابل چنین جنایتی انجام ندیم، پس بعد این رو هم بدونیم که اگه هیچ کاری انجام ندیم چه هزینه هایی داره. این سوالی هست که من دارم برای تمام اعضای کنگره و تمام اعضای جامعه بین‌المللی. این چه پیام ما به دنیا خواهیم داد اگه دیکتاتور بتونه هزاران هزار کودک رو مورد حمله شیمیایی قرار بده جلوی چشم جهانیان؟ چه فایده‌ای داره جامعه بین‌المللی که ما درست کردیم اگه نتونه قاعده منع گسترش سلاح‌های شیمیایی رو که 98% کشورها امضا کردن اجرا بکنه؟ این قاعده رو کنگره آمریکا هم تصویب کرده. اگه این اجرا نشه چه پیامی رو میرسونه؟ شک نکنید این فقط ربطی به جنگ شیمیایی نداره. اگه ما این پاسخگویی رو تحمیل نکنیم به حکومت سوریه، این چی رو نشون میده؟ چه حرفی رو میزنه درباره اینکه ما در برابر کسای دیگه که میخوان قواعد بین‌المللی رو پا بذارن چه کاری میخوایم انجام بدیم؟ به تروریست ها چه پیامی میرسونه که میخوان سلاح‌های بیولوژیکی استفاده بکنن؟ به نیروهای مسلحی که دست به نسل کشی میزنن؟ ما نمیتونیم بچهای خودمون رو در دنیای بزرگ بکنیم که دنباله حرفایی که میگیریم نزنیم. ارزش هایی رو که میگیم بهش پایبند نباشیم. همونطور که من کیس خودم رو میبرم به کنگره، این پیام رو هم به جامعه بین‌المللی میدم، در حالی که سازمان ملل بنز کافی وقت داره که بتونه به گزارش خودشو منتشر کنه. ما مصر هستیم که فقط نباید در این باره تحقیق بشه، بلکه باید باش مواجه بشیم. انتظار ندارم همه ملت‌های دنیا موافق تصمیم باشن که ما اتخاذ کردیم. خیلی از دوستان ما به من گفتن که موافق این کار هستن، ولی اون میخوام از تمام اعضای جامعه بین‌المللی که پشت ما بایستن. در نهایت بذارید من اینو به مردم آمریکا بگم. من میدونم که همه ما از جنگ خسته شدیم. یک جنگ رو در عراق تمام کردیم، یک جنگ رو در افغانستان داریم تمام میکنیم. مردم آمریکا میدونن که ما نمیتونیم تمام مشکلات سوریه رو با نیروهای مسلح خودمون حل بکنیم. در اون قسمت دنیا اختلافات دیرینه وجود داره، اختلافات فرقه‌ای وجود داره. بهار عربی موجهای امیدی پدید آورده که سالهای سال طول می‌کشه به ثمر برسه. برای همین ما اصلا تصمیم نداریم که نیروهای خودمون رو وسط جنگ داخلی یکی دیگه قرار بدیم. ما می‌خوایم کمک بکنیم به مردم سوریه از طریق فشار آوردن به حکومت سوریه، کمک بکنیم به اپوزیسیون سوریه تا بتونیم به راه حل سیاسی برسیم که یک دولتی در سوریه ایجاد بشه که احترام بذاره به رأی مردم خودش. اما ما ایالات متحده آمریکا هستیم. ما نمیتونیم و نباید پشت بکنیم به اتفاقی که در دمشق افتاد. از خاکستر جنگ جهانی دوم ما یک نظم جدید جهانی درست کردیم، قواعدی رو پایه‌ریزی کردیم برای اینکه اعتقاد داشتیم افراد این آزادی و حق رو دارن که بتونن بر اساس وجدان خودشون زندگی بکنن. این ملت آمریکا بیش از هر ملت حاضر بوده که به مسئولیت‌های خودش عمل بکنه. همه اعضای کنگره از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه، من از شما میخوام که این رأیگیری رو برای امنیت ملی آمریکا انجام بدین. من مشتاق هستم بحث شما رو بشنوم. از شما اعضای کنگره میخوام که در نظر بگیرید که بعضی چیزا خیلی مهمتر از اختلافات حزبی و سیاسی است. در نهایت این اصلا مهم نیست که کی الان میخواد رئیس جمهور باشه. مهم اینه که ما به عنوان کشور چی میخوایم باشیم. نماینده مردم باید براشون مهم باشه که آمریکا در خارج مرزها چه میکنه. وقتش رسید ما به دنیا نشون بدیم که به تعهدات خودمون عمل میکنیم. دنبال حرف خودمون رو میگیریم. ما دنبال این نیستیم که فکر کنیم که حق از قدرت ناشی میشه. برعکس، گزینه‌های آسونی نیست. من انتخاب نشدم که تصمیمات سخت نگیرم. اعضای کنگره هم همینطور. اونچه که من اعتقاد دارم رو به شما دارم میگم. ارزش‌های ما و امنیت ما ایجاب میکنه که ما پشت نکنیم به کشتار بیگناهان توسط سلاح‌های شیمیایی. دموکراسی ما وقتی قوی‌تر هستش وقتی رئیس جمهور و نمایندگان مردم در کنار همدیگه بایستن. من آماده هستم در برابر اقدام سوریه اقدام متقابل انجام بدم. از کنگره آمریکا میخوام این پیام رو به دنیا برسونه که ما آماده ایم به عنوان یک ملت حرکت بکنیم. متشکرم هستم. خب، صحبت‌های باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا